идомаи ахбор. Тақвият бахшидани инфрасохтори саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат боиси татбиқи нақшачорабиниҳои ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат гардида, дар баробари ин барои сокинони маҳаллӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам мегардад. дар шаҳри ҳисор ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди коғази шарора ба фаъолият оғоз менамояд, ки ба истеҳсоли коғазҳои рангаи канселярӣ ва қуттиҳои бастубанди маҳсулоти гуногун машғул хоҳад шуд. гузориш аз шаҳри ҳисор. با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری در شهر حصار با وسعت ادامه دارد. با مقصد تامین اهالی با منزل استقامتی و تکمیل اینفراستراکچور شهر امروزها کارهای ساختمانی در بناهای بلند آشیانه استقامتی ادامه دارند. مورد ذکر است که بناهای مذکور در زمینه بناهای استقامتی دو آشیانه که در عصر گذشته ساخته شده بودند بنیاد کرده میشوند. زمان معاصر طلبات خود را دارد. از این رو ساختمانچیان طرح بناهای استقامتی را چنان ترتیب دادند که در دو آشیانه اول این بناها مرکزهای سودا و خدمت رسانی نیز به نقشه گرفته شده است. تدبیر مذکور امکان فراهم می‌آورد که ساکنان بناهای استقامتی از منزل زیستی خود دور نرفته احتیاجات مادی و معنوی خود را برآورده سازند. خانه‌های دوشانه که ساخته میشوند ساکنان آن پورا با منزل استقامتی از حساب خانه‌های بلندشانه نو ساخته شده تامین گشته شدند. از جمله در این برابر آبادی کوچه‌ها، اسفالت کنی کوچه‌های مرکزی و جماعت حدودی شهر با یک صورت بلند ادامه دارد. سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی که مقصد از آن بهسازی وضع زندگی در دهات میباشد امکان فراهم آورد که روند بنیادکاری‌ها در شهر حصار به مرحله نو وارد گردند. کارهای ساختمانی که امروزها با طور گسترده ادامه دارند دلیل این گفته‌ها میباشند. همچنین با مقصد دستگیری قشر نیازمند جامعه مفصل شخصان دارای امکانات محدود در دایره اجرای دستور هدایت‌های رهبریت عالی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر حصار بنیاد منزل‌های استقامتی سه آشیانه برای نابینایان نیز آغاز گردید. این غمخوری‌های سرور معظم کشورمان برای قشر نیازمند یعنی نابینایان که امروز با ما کرده ایستاده‌اند ثمره استقلالیت میباشد. بار دیگر میانه‌داری خودمان را با جناب عالی امامانی رحمان میرسانیم. این حال با جلب تکنیک‌های صحوی کارهای ساختمانی در زیربنای این انشاءات آغاز گردیده است. انشاءات مذکور از جانب شرکت سازنده 2012 لایحه کشی کرده شده، کارهای ساختمانی از جانب شرکت سامانیان 2012 انجام داده می شود. طبق لایحه بنای مذکور از 3 آشیانه عبارت بوده 12 حجره را در بر خواهد گرفت. مساحت 2 هکتار زمین جدا کرده شده و علاقه کارهای ساختمانی آغاز گردیده است. طبق نقشه‌های پیش نیاز گرفته شده بنای مذکور بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به پایان رسانیده شود. مسئله دیگری که مسئولین شهر پیروی آن هستند این از بین بردن بیکاری و تکمیل اینفراستراکچور صنعتی شهر میباشد. با طور آزمایشی با فعالیت شروع نمودن جمعیت دارای مسئولیت محدود کاغذی شراره که به استحصال محصولات کاغذی از قبیل کرتون و دیگر نماد کاغذها برای استفاده کنسلیاری و ساختمانی پیش بینی شدند دلیل این گفته هاست. این زمان کار به طور آزمایشی در 2 سیخ این کارخانه برآورده شده است. کارخانه مذکور در مساحت 3000 متر مربع دامن پهن کرده است. تجهیزات این کارخانه از کارخانه‌های 3 ساله پیشقدم جهانی وارد کرده شدند و کفالت صفت محصولات به طور کلی داده می شود. انشاءات صنعتی مذکور نیز در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به طور پوره با فعالیت آغاز نموده ده ها نفر را با جای کار دائمی تامین می نماید. تدبیر مذکور در سمت تطبیق نقشه چهاربینی‌های صنعتی کنونی با صورت مملکت که هدف چهارم ملی اعتراف شده است زمینه مساعد را فراهم ساخته در برابر بلند برداشتن اقتصادی ملی همچنین باعث تقویت یافتن محصولات واردات عوض کننده می گردد. باید گفت که با انجام دادن تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری گلپوش‌سازی کوچه و راهروها وضع اکولوژی شهر نیز بهتر گردیده در فصل‌های بهار و تابستان منظره‌های جالب و استراحتگاه‌های موافق برای ساکنان و مهمانان فراهم می‌گردد. تا به امروز از طرف کارخانه تشکیلات‌ها و ساکنان شهر در حدود شهر به مقدار 3840 بیخ میوه‌های درختان سایه‌افکن و آرایشی شنانده شد. اینچنین از طرف مؤسسه آبادانی شهر به مقدار 50000 تخم پیازک گل لاله بیش از 40000 بیخ قلمچه گل صدبرگ و اینچنین نزدیک 30000 بیخ گل‌های موسمی در گرمخانه‌ها برای پرورش برای مانده شد. در دایره یک تدبیر دسته‌جمعانه در شهر حصار در روزهای استراحتی مقدار زیادی نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن شنانده شد.